سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه توی کانال زیتون. امروز قراره تست این سیستم رو با مشخصات i5 نسل 14 گرافیک 4060 از زوتک و مادربرد H610 MA وای فای و 1 ترایبایت NVMe به همراه 16 گیگابایت رم DDR5 توی بازی مختلف تستش کنیم، ببینیم چه پرفورمنسی رو به ما میده و در نظر داشته باشیم که خود سیستم رکوردم هست، یعنی بخشی از منابع رو OBS مصرف میکنه، یعنی که با خیال راحت میتونین هم رکورد کنین هم گیم بزنین یا استریم کنین، فرقی نمیکنه. بدون مقدمه اضافی بریم برای تست. اولین بازی که میخوایم تست کنیم بازی رزیدنت ایول 4 هست، ریمیک روی تنظیمات 4K و تقریبا اولترا. تمام تنظیمات رو روی اولترا گذاشتیم. تقریبا 100 FPS به ما میده. جی پی یو ما 68% یوز و سی پی یو ما هم تقریبا 23-4% یوز داره میشه و به نظرم کاملا هم روانه، یعنی ما الان هم داریم رکورد میکنیم باهاش و هم داریم گیم میدیم که حدوداً 100 FPS ثابت به ما پرفورمنس میده، 98 و حدوداً 100 FPS داره به ما میده. حالا ما تنظیمات بیاریم پایین‌تر، به تنظیمات نرمال 4K بودیم، میاریم روی HD یا همون 1080. خب ما تنظیمات رو بردیم روی حالت 1080، تقریبا 20 FPS به فریم ما اضافه شد، یعنی 120 FPS ما داریم میگیریم حدوداً به 120 FPS. سی پی یو ما بیشتر 25% یوز میشه و گرافیک ما هم 78% داره یوز میشه که دما رو میبینین، دمای نرمالی هم هست. اولین تست ما. حالا بریم برای بازی بعدی. خب بازی بعدی که می‌خوایم تست بکنیم بازی محبوب گاد آف وار 2016 یا همون گاد آف وار 4 هست که روی تنظیمات اولترا و الان حدوداً 91 FPS، 89 FPS، متغیر 88 FPS حدوداً داره به ما میده. جی پی یو ما 100% یوز شده، 40% از سی پی یو ما یوزه روی کیفیت اولترا و همه چیزم مکسه. همونجوری که پلیسی میبینین. بازم میگم داریم رکوردم میکنیم در کنارش با OBS با بالاترین تنظیمات. حالا تنظیمات ما میذاریم روی نرمال یا همون اورجینال خودش که ببینیم چقدر. خب الان ما تنظیمات برگردونیم رو حالت نرمال، حدودا 110 111 FPS داره به ما میده. جی پی یو ما 99% یوز، سی پی یو 75% یوز و دمای جی پی یو 73 درجه و سی پی یو هم 51 درجه که همزمان هم داریم با کوالیتی خیلی بالایی رکورد میکنیم. ما این استریم کنیم و گیم میتونم بزنیم. خب بریم برای بازی بعدی. بازی بعدی که ماشین بازا عاشقشن، فورزا هورایزون 5 که روی تنظیمات اولترا گذاشتیم، گرافیک روی اولترا گذاشتیم، همه چیز های اولترا و الان حدوداً 140 FPS، 137 FPS، 137 تا 140 FPS به ما داره الان پرفورمنس میده. جی پی یو ما حدود 99% الان داره یوز میشه، سی پی یو ما 49%، 59% یوز میشه و دمام کاملا اوکی و نرماله. 157 FPS بیشتر شد روی گرافیک اولترا. حالا تنظیمات ما میاریم رو حالت نرمال، سیو میکنیم، ریستارت. دوستان ما تنظیمات از روی اولترا گذاشتیم روی حالت میدیوم و حدود 187 و 200 FPS، 190 FPS حدوداً داریم ما الان پرفورمنس میگیریم توی گیم فورزا هورایزون 5 با گرافیک میدیوم. 88% جی پی یو ما داره یوز میشه، سی پی یو هم 47% داره یوز میشه، دمای هم سی پی یو هم جی پی یو کاملا اوکیه. 190 تا 218 FPS متغیر داره به ما پرفورمنس میده رو حالت نرمال توی بازی فورزا هورایزون 5 که یکی از پرگرافیک ترین بهتره بگم بازی‌های ماشین بازی واقعا. مرسی دوستان که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. اگه به گیم، تکنولوژی و اخبارش علاقه دارین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.